محفل عروسی دست جمعی 75 زوج جوان در ولایت سمنگان با حضور گسترده علما، بزرگان محل و مردم برگزار شد. این برنامه به هدف کمک به جوانان کم درآمد و کاهش هزینه‌های سنگین ازدواج راه اندازی شده بود. در این عروسی 75 نفر ثبت نام کرده و برای داماد سر و کالای منظم با همه اسبابش دادیم. برای دختر 5000 افغانی میتیم ولی برای داماد 2000 افغانی. برگزار کنندگان میگویند با این کار تلاش دارند زمینه ازدواج آسان را برای جوانان فراهم کند و فرهنگ ساده گرفتن ازدواج را در جامعه تقویت نمایند. بچهای غریب و بی‌نوا باشه و هدف ما هم است که برای یک تعداد بچهای غریب و بی‌ذات بیچاره که قدرت توی کردن نداره اونا را ما مشکلش حل بکنیم که از این دربدری و مصرف غذا خلاص شوند. علمای دین با ستایش از این اقدام بر ساده سازی ازدواج تاکید کردند و گفتند چنین برنامه‌های باعث کاهش مشکلات اجتماعی و جلوگیری از تأخیر در ازدواج جوانان می شود. آنان از تجاران و خیرین خواستند این گونه برنامه‌ها ادامه دار باشد. ولی نکات سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه است در همچون یک وقتی که همه ما و شما مواجه مشکلات فقر و اقتصادی هستیم، اگر عروسی‌ها دست جمعی گرفته شود و یک مصرف کمی همین رقم به حساب برگزار شود، جوانان ما از فتنه و فساد، از چشم چرانی، از تمام کارهای فسق و فساد الحمدلله اینها دور میشوند. زوج‌های اشتراک کننده از حمایت برگزار کنندگان قدردانی کردند و گفتند برگزاری این محفل بخش بزرگی از نگرانی‌های مالی آنها را برطرف کرده و آغاز زندگی مشترک را برایشان آسان‌تر ساخته است. بسیار خوش هستیم از اهل خیرخواه و کسایی که در این راستا کمک کردن، از اونا خوشحال هستیم. یک 5 سال میشد زیافتر کمتر نامزاد بودیم. کسایی که در این راستا کار کردن تشکر از اونا. مردم زیر خط فقر رفتن در افغانستان، عده از جوانانی بودند به خاطر بیکاری، به خاطر بی‌بضاعتی به کشورهای خارجی میرفتند، در آبها و اقیانوس‌ها غرق میشدند. کسانی دیگری بودند که ما شاهدش بودیم در برف‌ها و یخ‌های مرزهای ترکیه و ایران جان باختند به خاطر ناداری و به خاطر کار. اقتصادش خیلی ضعیف است به خاطر که نامزادش زودتر عروسی کرده نمیتونه. چون من خودم بهتر در معلم است، من خودم 2-3 بار ترکیه رفتم، من رد مرز شدم، مرا زدن و دیگه بالاخره اقتصاد ضعیف است نمیشه. برگزاری عروسی دست جمعی 75 زوج در ولایت سمنگان نمونه موفق از همکاری تجاران، خیرین و جامعه برای حمایت از جوانان است. اقدامی که اگر تداوم پیدا کند میتواند نقش مهمی در کاهش فقر، ساده سازی ازدواج و تقویت همبستگی اجتماعی داشته باشد.